دوستان سلام. 45 ساله که از انقلاب 57 میگذره و این سوال برای خیلی از مردم به خصوص برای جوانان وجود داره که چرا انقلاب شد. جمهوری اسلامی 45 ساله داره تبلیغ میکنه که مردم به خاطر اسلام انقلاب کردن. این یک دروغ بزرگه. در هیچ کجای جهان در تاریخ بشریت توده مردم، یعنی دهها و صدها هزار نفری که به خیابونا میریزن و انقلاب میکنند، به خاطر یک ایدئولوژی یا مذهب انقلاب نکردن. توده مردم همیشه به خاطر یک زندگی بهتر، عدالت اجتماعی، رفاه، آزادی، اینکه به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته بشن و از حقوقشون بتونن دفاع بکنن انقلاب میکنن. در ایران هم وضعیت به همین شکل بود. به علاوه انقلاب محصول یک روند تاریخی نسبتاً طولانی هست و یک شبه به وجود نمیاد. در انقلاب 57 هم قبل از اون 10 سال وقت لازم بود که نارضایتی از حکومت شاه انباشته بشه و مردم به خاطر این نارضایتیشون از حکومت شاه بود که انقلاب کردن. در این ویدیو 4 دلیل ریشه‌ای تر و دراز مدت تر برای اینکه چجوری شد که نارضایتی مردم انباشته شد علیه حکومت شاه رو بهش اشاره میکنم. عامل اول فقر و نابرابری‌های اجتماعی بود. جمعیت بزرگی از روستاییان در فقر مطلق زندگی می‌کردند و حتی از برق و آب لوله‌کشی محروم بودند. در شهرهای بزرگ تبعیض و نابرابری اجتماعی به شدت دیده می‌شد. در یک سو حلبی آبادها و اهالی خارج از محدوده رو داشتیم که در فقر مطلق زندگی می‌کردند و در سوی دیگه محله‌های شمال شهر با قصرها و ویلاهایی که با ویلاهای ثروتمندان اروپایی برابری میکرد. به علاوه ثروت اجتماعی در استانهای کشور به شدت ناعادلانه تقسیم شده بود. در حالی که امکانات و ثروت اجتماعی اساساً در تهران و استانهای مرکزی متمرکز شده بود، استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، ایلام، کردستان و لرستان در محرومیت و فقر شدید بودند. مردم این تبعیض‌ها و اختلافات عمیق طبقاتی رو هر روز می‌دیدند و از اون به شدت ناراضی بودند. در دهه 50 در اثر افزایش جهشوار قیمت نفت، درآمد ناخالص ملی چند برابر شد. ولی مردم تهیدست و فقیر تقریباً هیچ سهمی از این ثروت عظیمی که در کشور سرازیر شده بود نداشتند. این موضوع باعث شد که شکاف بین ثروتمندان و فقرا باز هم بیشتر بشه. پیش از اون هم در دهه 40 اصلاحات ارضی شاه طوری برنامه‌ریزی شد و به اجرا در اومد که شکاف بین دهقانان ثروتمند و فقیر رو باز هم بیشتر کرد. عده زیادی از روستاییان مجبور به مهاجرت به شهرها شدند و بسیاری از اونها به شکل کارگران فصلی در اومدن و ساکن مناطق خارج از محدوده و حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ شدند. پس یکی از خواسته های اصلی مردم در سال 57 عدالت و رفاه اجتماعی بود. عامل ریشه‌ای دوم انقلاب خفقان سیاسی بود. این خفقان سیاسی هرچه از عمر حکومت محمد رضا شاه می‌گذشت شدیدتر می‌شد. در سالهای 1120 تا 1332 محمد رضا شاه قدرت زیادی نداشت و این سالها دوران شکوفایی جنبش آزادیخواهی در ایران بود. در این دوره اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های زنان و احزاب سیاسی فعالیت می‌کردند و مطبوعات آزاد کم و بیش وجود داشتند. کودتای 28 مرداد 1332 فقط علیه دولت دکتر مصدق نبود، بلکه باعث سرکوب آن جنبش آزادیخواهی هم شد. پس از کودتای 28 مرداد دوره حکومت مطلقه محمد رضا شاه شروع میشه و در چند سال آخر حکومتش خفقان سیاسی به اوج خودش میرسه. در سال 1335 سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا ساواک تشکیل شد که نقش تعیین کننده‌ای در کنترل جامعه، سانسور، فضای رعب و وحشت و تعقیب و شکنجه مخالفین سیاسی رژیم شاه داشت. ساواک مخوفترین و منفورترین نهاد دوره پهلوی در میان مردم بود.
از طرف دیگه به تدریج همه احزاب سیاسی ممنوع شدند و فقط 2 حزب دولتی مردم و حزب ایران نوین باقی ماندند. در سال 1353 همان 2 حزب دولتی هم منحل شدند و حزب رستاخیز تشکیل شد که به مردم به شکل‌های مختلف فشار می‌آوردند عضو حزب رستاخیز بشن. محمد رضا شاه به صراحت میگفت جای کسی که با قانون اساسی، نظام شاهنشاهی و انقلاب 6 بهمن مخالف است در زندان است یا خروج راحت برای همیشه از کشور. در خود سیستم حکومتی هم محمد رضا شاه حرف اول و آخر را میزد. همه وزرا و نمایندگان مجلس و رؤسای حزب رستاخیز با تایید او منتصب می شدند و او تمام سیاست‌های کلان کشور را تعیین می‌کرد. شاه عده‌ای چاپلوس و بله قربانگو رو دور خودش جمع کرده بود و همه مطیع فرمان او بودند. البته حکومت شاه از نظر آزادی‌های اجتماعی این فرق رو با جمهوری اسلامی داشت که در پوشش، رابطه مردان و زنان و مسائلی مثل مشروب خوری دخالت نمی‌کرد. اما این آزادی‌های اجتماعی در زمان شاه محدود بودند. برعکس، حکومت شاه در اعمال سانسور، نبودن آزادی بیان و قلم، عدم استقلال قوای سگانه، زندان و شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی بسیار مستبدانه عمل می‌کرد. عامل سوم انقلاب فرهنگی بود که در حکومت شاه ترویج می‌شد. فرهنگ اشرافی بیگانه از مردم توأم با تحقیر فقرا و ملت‌های تحت ستم ایران. ملت‌های تحت ستم مانند کردها، ترک‌ها و بلوچ‌ها نه فقط از نظر فرهنگی تحقیر می‌شدند، بلکه حتی هویت و فرهنگ آنها به رسمیت شناخته نمی‌شد. به عنوان مثال آنها حتی اجازه نداشتند رسانه‌ای به زبان خودشون داشته باشند یا به زبان مادریشون تحصیل بکنند. فرهنگی که در حکومت شاه تبلیغ می‌شد فقط ادعای مدرن بودن داشت، اما در حقیقت کاریکاتوری از مدرنیسم غرب بود. به اصطلاح مدرنیسمی که نه آزادی احزاب و مطبوعات در اون وجود داشت، نه انتخابات آزاد و نه قوای سگانه مستقل. میلیون‌ها مردم هم که علیه حکومت شاه انقلاب کردند، علیه مدرنیسم نبودند، بلکه خواستار همان چیزهایی بودند که در حکومت شاه وجود نداشت، یعنی عدالت اجتماعی و آزادی‌های سیاسی. دلیل چهارم انقلاب قانع شدن توده وسیع مردم به اصلاح ناپذیر بودن حکومت پهلوی بود. بر بستر این نارضایتی عمومی، فرهنگ سیاسی گروه‌های مخالف حکومت پهلوی هم رادیکال‌تر شد. دیگر اکثر گروه‌های مخالف بر سر سرنگونی حکومت شاه توافق داشتند. گروه‌هایی مثل جبهه ملی و حزب توده که سازشکار و فرصت طلب به حساب می اومدن منزوی‌تر شدند. جنبش مسلحانه به وجود اومد و به خصوص در بین دانشجویان طرفداران زیادی پیدا کرد. قشری از نظریه پردازان مذهبی مثل شریعتی و مطهری به وجود اومدن که سعی می‌کردند تفسیر مبارزه جویانه تری از اسلام به دست بدن. و اما نقش ایالات متحده و دولت‌های غربی چی بود؟ محمد رضا شاه در کتاب پاسخ به تاریخ ادعا میکنه که چون از منافع ملی ایران دفاع میکرده و خواستار این بوده که درآمد نفت بالا بره، دولت‌های غربی بر علیهش توطئه کردند و در نهایت به قول خودش ارتجاع سرخ و سیاه رو تقویت کردند و باعث انقلاب شدند. این تفسیر واقعیت نداره و بر اساس تئوری توطئه است. حکومت شاه نقش ژاندارم منطقه رو برای ایالات متحده بازی میکرد و وجود اون برای ایالات متحده بسیار مهم بود. در دیماه 1356 جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده به ایران اومد و بر وفاداری خود به شاه و حکومت او تأکید کرد. اما در طول انقلاب ایالات متحده و دولت‌های غربی متوجه شدند که انقلاب مردم ایران به قدری قدرتمند و شاه چنان در بین اکثریت قاطع مردم منفوره که دیگر نمیتونن حکومت اون رو حفظ کنند. ارزیابی ایالات متحده و متحدینش این بود که
اگه حکومت شاه بخواد از طریق نظامی و جنایات بیشتر انقلاب رو سرکوب کنه، انقلاب رادیکال تر میشه و به زعم اونا به دامن شوروی و کمونیست ها میفته. به همین جهت تصمیم گرفتن به نوعی با خمینی و هواداراش که در ضد کمونیست بودن اونا شک نداشتن به توافق برسن. خلاصه کلام، انقلاب 57 محصول یک روند تاریخی نسبتاً طولانی بود. مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی باعث شدند که نارضایتی مردم از حکومت شاه انباشته بشه و این نارضایتی دلیل این انقلاب بود و این نارضایتی ریشه در خود دیکتاتوری شاه داشت. مردم علیه ظلم و استبداد و برای آزادی‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی انقلاب کردند و انقلابشون حقانیت داشت. اما چطور شد که خمینی تونست از این فرصت تاریخی سوء استفاده کنه و رهبری انقلاب رو به دست بگیره؟ در ویدیوی دیگه‌ای به این موضوع می‌پردازم. پیروز باشید.